سلام مجدد، خیلی خوش اومدید. بریم سراغ راهبرد بعدی، راهبرد الگویابی. راهبرد الگویابی همون چیزی هست که ما چهارم دیدیم، پنجم دیدیم، ششم دیدیم و اینجا هم دوباره داریم میبینیم و هیچ چیز جدیدی نداره. سوال اول گفته که شکل دهم رو بگید. این الگو رو به ما داده، میگه شکل دهم از چند چوب کبریت ساخته شده است. خب ما اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که رابطه بین شماره شکل و تعداد چوب کبریت ها، یعنی در واقع رابطه الگو رو پیدا کنیم. خب میگیم بررسی کنیم، میگیم شکل اول چند چوب کبریت داره؟ شکل اول یک چوب کبریت داره. شکل دوم 4 تا چوب کبریت داره. شکل سوم 7 تا چوب کبریت داره و شکل چهارم 10 تا چوب کبریت داره. بعد بررسی میکنیم، میگیم یک بوده شده 4، چند تا بهش اضافه شده؟ 3 تا بهش اضافه شده، درسته؟ به اضافه 3 شده، دوباره 4 شده 7، دوباره به اضافه 3 شده 3، دوباره شده 7 شده 10، دوباره به اضافه 3 شده. ما برای پیدا کردن رابطه الگو میگفتیم به محضی که فهمیدی 3 تا الگو داره پیش میره، بیا بنویس 3 ضرب در شماره شکل. 3 ضرب در شماره شکل، هر فاصله ای که داره اضافه میشه و الگو پیش میره. 3 ضرب در شماره شکل. حالا میگم برای شکل اول شماره شکل میشه 1 دیگه، درسته؟ 3 ضرب در 1 برای شکل اول باید بگم 3 ضرب در 1، 3 یکی 3 تا. ولی میبینم شکل اول چند تا چوب کبریت داره؟ یه دونه چوب کبریته. 3 چیکار کنم بشه 1؟ 2 تا ازش کم کنم میشه 1. 2 تا کم کنم میشه 1 و تعداد چوب کبریت ها درست میشه. پس میگم برای شکل اول وقتی مجبورم بعد از اینکه 3 رو ضرب در شماره شکل میکنم، مجبورم یه منهای 2 بهش بدم تا تعداد چوب کبریتام به دست میاد. پس میگم برای همه الگوهام به همین شکل هست. در واقع این الگوی با یک روند ثابتی هست. پس میگم این منهای 2 رو به کل الگو میدم، منهای 2. همه الگوها همه شکل هامون به همین حالت پیش میره. الان امتحان کنیم ببینیم. مثلا شکل دوم اگه بگیم 3 ضرب در شماره شکل یعنی 2، بعد منهای 2 کنیم 3 2 تا 6 تا، منهای 2 میشه 4. تعداد چوب های شکل دوم به دست اومد. حالا سوال از ما پرسیده شکل دهم. وقتی شکل دهم رو میخوایم، شکل دهم از روی رابطه الگو، رابطه این شد 3 ضرب در شماره شکل. وقتی میگه شکل دهم یعنی شکل شماره 10، یعنی شماره شکل ما 10 هست. به جای شماره شکل میذاریم 10، میگیم 3 ضرب در 10 به جای شماره شکل. اینجا توی این رابطه الگو به جای شماره شکل گذاشتم 10. 3 ضرب در 10 بعد منهای 2، 3 10 تا 30 تا، منهای 2 میشه 28. یعنی شکل دهم 28 تا چوب کبریت خواهد داشت. دوباره یک مثال دیگه به همین شکل، شبیه همین. دوباره میگه که شکل دهم رو بگید از چند دایره ساخته شده است. دوباره بررسی کنیم. شکل اول میگیم چند تا دایره داره؟ 3 تا. شکل دوم 5 تا. شکل سوم 7 تا دایره داره. میگیم چند تا داره اضافه میشه؟ 3 به اضافه 2 شده، دوباره 5 به اضافه 2 شده 7. به همین ترتیب 2 تا داره اضافه میشه. به محضی که فهمیدم 2 تا اضافه میشه و الگو داره پیش میره، میگم رابطه الگو به این شکل خواهد شد 2 همون فاصله ای که داره اضافه میشه و الگو پیش میره. 2 ضرب در شماره شکل. 2 ضرب در شماره شکل. خب برای شکل اول امتحان کنیم ببینیم با این رابطه تعداد دایره های شکل اول درست میشه یا نه. برای شکل اول میگیم 2 ضرب در 1.
وقتی میگیم شکل اول یعنی شکل شماره 1. 2 ضرب در 1 2 یکی 2 تا. ولی نگاه میکنیم شکل اول چند تا دایره داره؟ 3 تا. 2 اگه یه به اضافه 1 بهش بدم میشه چند؟ میشه 3. تعداد دایره ها درست میشه. پس میگم اینجا این رابطه الگو باید یه به اضافه 1 هم بهش بدم. یعنی رابطه الگو باشه 2 ضرب در شماره شکل به اضافه 1. حالا ببینید مثلا برای شکل دوم امتحان میکنیم ببینیم برای شکل دوم هم درست کار میکنه یا نه. میگیم 2 ضرب در شکل شماره 2. شکل دوم یعنی شماره شکل 2 هست. 2 ضرب در 2 بعد یه به اضافه 1 هم بهش بدیم. 2 تا 4 تا به اضافه 1 میشه 5. تعداد دایره ها هم 5 تا هست. پس رابطه الگو داره درست کار میکنه. حالا سوال میگه شکل دهم. شکل دهم یعنی شکل شماره 10. میگیم 2 ضرب در 10 و به علاوه 1 2 10 تا 20 تا به اضافه 1 هم میشه 21. شکل دهم 21 دایره خواهد داشت. اما سوال بعدی میگه 3 عدد بعدی الگو رو بنویسید، بعد رابطه ها رو هم توضیح بدید ببینیم به چه شکل هست. یک در واقع الگوهای عددی هستن. الگوهای عددی به جای اینکه ببینید الگوهای عددی و الگوهای شکلی یا هندسی زیاد تفاوتی با هم ندارن، فقط اینجا به جای اینکه شکل برامون بکشه عدداشو نوشته همین، یه تفاوت خاصی به اون صورت نداره. 6 شده 11 11 شده 16 یعنی چند تا بهش اضافه شده؟ 6 شده 11 5 تا بهش اضافه شده، 11 دوباره شده 16 دوباره 5 تا بهش اضافه شده. توی جمله های اول وقتی یه روند ثابتی میبینم پس میگم برای جمله های بعدی هم به همین شکله. دوباره 16 5 تا بهش اضافه بشه میشه 21، دوباره 5 تا بهش اضافه بشه میشه 26 و 5 تا اضافه بشه میشه 31. رابطش هم ما گفتیم به محضی که فهمیدیم 5 تا داره پیش میره میگیم 5 ضرب در شماره شکل. 5 ضرب در شماره شکل. برای شکل اول تستش کنیم ببینیم، امتحان کنیم ببینیم درست کار میکنه یا نه. میگیم برای شکل اول 5 ضرب در 1 5 یکی 5 تا. شکل اول 6 تا است، به اضافه 1 بهش بدیم درست میشه. پس اینجا باید یه به اضافه 1 بهش بدیم، یعنی رابطه الگو این شکلی خواهد شد 5 ضرب در شماره شکل به اضافه 1. این میشه چی؟ این میشه رابطه الگو. در واقع تعداد هر شکلی به این صورت پیدا میشه. الگوی بعدی رو دقت کنید. 1 بعد شده 2 بعد شده 4 بعد شده 7. خب چه رابطه‌ای میتونم پیدا کنم؟ 1 شده 2 بعد 2 شده 4. 4 چجوری پیدا شده؟ 4 در واقع میتونم بگم این 2 قبلی بوده که به علاوه 2 شده. 7 چجوری پیدا شده؟ 7 خب میتونم بگم همین 4 رو به اضافه 3 کنم میشه 7 و 11 همین 7 رو به اضافه 4 کنم 16. یعنی داره جمله قبلی شکل قبلی با شماره شکل قبلی در واقع داره جمع میشه. یا اگه از من مثلا رابطه نخواسته باشه میگم دفعه اول به اضافه 1 شده، بعد به اضافه 2 شده، بعد به اضافه 3 شده، بعد به اضافه 4 شده، بعد به اضافه 5 شده، بعد به اضافه 6 شده، بعد به اضافه 7 بشه که میشه 29، بعد به اضافه 8 بشه که میشه 37 و به اضافه 9 بشه که میشه 46. جمله های بعدیش رو نوشتیم. حالا بگیم هر شکلی چجوری پیدا میشه. در واقع ببینید هر جمله‌ای
در واقع داره با شماره جمله قبلی جمع میشه. یا اینجوری بگم هر شکلی تعداد، مثلا حالا اینا اگر دایره باشن یا چوب کبریت باشن یا هر چیزی که میخوان باشن، تعداد هر شکلی به اضافه شماره شکل قبلی. در واقع درسترش اینه که بگم در واقع به این شکل بگیم، در واقع تعداد، حالا چوب باشن یا دایره باشن، تعداد هر شکلی یا توی هفتم میگیم به اینا میگیم هر کدوم یک جمله. هر کدوم از این جمله ها، هر کدوم از این شکل ها رو میخوام تعدادش رو پیدا کنم، بفهمم عددش چند میشه، باید بگم اون شکل قبلی به اضافه شماره شکل قبل. هر شکلی، و مثلا شکل اینجا شده شکل دهم، آخرین جمله اینا چندن؟ یا آخرین شکل اینا 10 تا هستن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا هستن. مثلا دهمی شکل دهم، براتون روشنش کنم. شکل دهم رو میخوام پیدا کنم، باید بگم شکل نهم به اضافه شماره شکل نهم. شکل نهم شمارهش چنده؟ 9. خب شکل نهمیمون چند تا بود؟ شکل نهمیمون اینجا 37 تا داشت. 37 به اضافه شماره شکل قبلی یعنی همون 9 که میشه 46، میشه شکل دهم یا این عدد دهم. پس هر شکلی یا هر کدوم از این عددها رو میخوای پیدا کنی، باید قبلیش رو با شماره شکل قبلیش با هم جمع کنیم. سوال الگوی بعدی 1 شده 8، بعد شده 27، بعد شده 64، به همین ترتیب. دقت کنید، اینم یه الگویی نیست که بگم مثلا به اضافه یه عدد خاص شده. مثلا 1 بگم به اضافه 7 شده، خب بعدیش 8 یهو شده 27. با به اضافه نمیتونم پیداش کنم، ولی یه ارتباط دیگه ای اینجا وجود داره. حالا روی 1 زیاد شاید متوجه نشید، روی 8 و 27 بهتر متوجه میشید. 1 در واقع همون 1 ضرب در 1 ضرب در 1 هست. یکی دوباره ضرب در 1 میشه 1. 8 در واقع 2 ضرب در 2 ضرب در 2 هست. دقت کنید اینجا شماره جمله یا شماره شکل 1 هست، بعدی شماره 2 هست که داره 2 3 بار در خودش ضرب میشه، بعدی شماره 3 هست 27. خب نفر سومیه یا شکل سومیه یا جمله سومیه، فقط کافیه بگم همون شمارش 3 بار در خودش ضرب بشه. یا 64 در واقع 4 رو اگر 3 بار در خودش ضرب کنیم میشه 64. جمله بعدی 5 رو باید 3 بار در خودش ضرب کنیم که میشه 125. جمله بعدی یا عدد بعدی 6 رو 3 بار در خودش ضرب کنیم. جمله بعدی 7 رو 3 بار در خودش ضرب کنیم. یعنی در واقع اینا رو پاک کنیم. در واقع هر جمله یا هر شکلی رو میخوای پیدا کنی، تعداد هر شکل فقط کافیه شماره شکل رو 3 بار در خودش ضرب کنی. ضرب داره شماره شکل و دوباره ضرب داره شماره شکل. شماره هر شکلی رو میخوای پیدا کنی،
کافیه شماره شکلش رو 3 بار در خودش ضرب کنیم. الگوی بعدی یک الگوی خاص هست به اسم الگوی فیبوناچی. این الگو به چه شکل کار میکنه؟ به این صورت هست هر جمله رو میخوای پیدا کنید، دقت کنید، 1 و 1 به 2 دقت کنید، این همین 1 به اضافه 1 هست. 1 به اضافه 1 شده 2. جمله بعدی 3 رو دقت کنید، این در واقع 2 و 2 تا جمله قبلی دارن با هم جمع میشن. 2 تا جمله قبلی با هم جمع میشن و جمله جدید رو میسازن یا شکل جدید رو میسازن. به 5 دقت کنید، 5 همون 3 به اضافه 2 هست، 8 همون 5 به اضافه 3 هست، 13 همون 8 به اضافه 5 هست و 21 هم همون 13 به اضافه 8. یعنی 2 تا قبلی با هم جمع میشه و بعدی رو میسازه. و این جای خالی رو من با پر کنم، باید بگم 13 و 21 رو با هم جمع کنم که میشه 34. دوباره 34 و 21 رو جمع کنم، بعدی رو بسازم که میشه 55. 55 و 34 رو با هم جمع کنم و بعدی رو بسازم که میشه 89. در واقع تعداد هر شکلی رو که میخوای پیدا کنی باید بگیم شکل قبلی، شکل اینجوری بگیم، بهتره که بگیم فعلا میگیم مجموع 2 شکل قبلی. فعلا به این شکل معرفیش میکنیم، ولی خب در ادامه در فصل دوم میگیم با یه صورت دیگری خواهیم دید که میگیم شکل انوم میشه شکل انمن های 1 به اضافه شکل انمن های 2 که حالا در فصل های بعدی دوباره با این فصل سوم روبرو میشیم. پس فعلا یا الگوی فیبوناچی که به این شکل هست، ما با این شکل رابطهش رو با این شکل میفهمیم که هر شکلی رو میخوای پیدا کنی 2 تا شکل قبلی رو با هم جمع کن. و آخرین مورد رو هم دقت کنید، 1 بعد شده 4، بعد شده 9، بعد شده 16. اینم میتونم بگم مثلا 1 به اضافه 3 به اضافه 5 مثلا به اضافه 7. به این شکل میتونم جمله هام رو بسازم، اما یه رابطه دیگری هم داره که بهتر هست از این رابطه استفاده کنم. میگم این 1 در واقع همون 1 ضرب در 1 هست، این 4 در واقع همون 2 ضرب در 2 هست، این 9 در واقع همون 3 ضرب در 3 هست. در واقع شماره شکل 2 بار داره در خودش ضرب میشه. شکل اول 1 ضرب در 1، شکل دوم 2 ضرب در 2، شکل سوم 3 ضرب در 3، شکل چهارم 4 ضرب در 4، شکل پنجم 5 ضرب در 5 که میشه 25، شکل ششم 6 ضرب در 6 که میشه 36، شکل هفتم 7 ضرب در 7 که میشه 49. و الگوش هم تعداد هر شکل در واقع همون شماره شکل ضرب در شماره شکل بشه، برای هر شکلی که باشه تعداد اون شکل در واقع عدد مربوط به اون شکل پیدا خواهد شد. خیلی خوب، بحث الگویابی به پایان رسید. تا بریم سراغ راهبرد حدس و آزمایش.